روزی میشود که عمر من و شما هم به پایان میرسه. خود را در اون بستری که حالت محتضر است، حالت جاندهی است، خود را به پشت میبینی، فقط ملک الموت در چشمهای تو نمایان است. تمام میبینی که عزرائیل در تار سرت ایستاده است، برای قبض روح تو آمده است، برای جان تو را گرفتن آمده است. فراموش نکن برادر، هر نوعی که زندگی میکنی فراموش نکن که روز این زندگی به پایان میرسه. فراموش نکن که حتما روز از دنیا میروی. مرگ خود را یاد آر و گریه بسیار کن، میروی روز به خاک و توشه تیار کن. ناگاه بود از این جهانت ببرند، از حلقه جمع دوستانت ببرند. غافل منشین زمان زمانت ببرند، گر تو نروی کشان کشانت ببرند. ببندند دست و پایت را، پوشانند چشمهایت را. این مزرع عمر از نشاط آمده پاک، دهقان اجل نکیش جز تخم هلاک. چون دانه گندم همه باسد دل چاک، از خاک برآمدند و رفتند به خاک. کجا شد سروری اولاد آدم؟ کجا شد احمدی محمود خاتم؟ کجا شد عامه معراج افلاک؟ به یثرب رفت زیر پرده خاک. اگر دنیا به کس پاینده می بود، محمد تا به این دم زنده می بود. اگر دنیا به کس میکرد وفایی، نمی کرد از آن حضرت جدایی. زنم فریاد و گویم تا قیامت، کجایی یا محمد یا محمد صلی الله علیه و سلم. این همون دنیا هست برادر عزیز. مغرور دنیا نشویم، در فریب دنیا نخوریم. ما و شما بنده رمضان نیستیم، ما بنده الله رب العالمین هستیم. نشوه که بعد از رفتن ماه رمضان راه مسجد فراموش کنیم. نشوه که بعد از رفتن رمضان دما نماز قضا کردن سر شوه. نشوه که بعد از رفتن رمضان، بعد از اینکه خداوند ما را پاکیزه از گناه کرد، دوباره خود را آلوده و بدبخت رسوا بگردانیم. برادران عزیز و بزرگوار، این تعلیمات پیغمبر بزرگوار برای ما باید یک درس بزرگی باشه. زندگی بکن، هر نوع میخواهی زندگی بکن، اما فراموش نکن که روز زندگی تو به پایان میرسه. زندگی تو ادا میشه و تمام میشه. این دنیا را پسی سرگ میکنی، ترک میکنی، به سوی لقای پروردگار، به سوی دیدار پروردگار، به سوی محضر رب العالمین برای جواب گفتن حتما بازگشت میکنی. و پیغمبر بزرگوار گفتن، حضرت جبرئیل علیه السلام فرمودن و عمل ما و احبب من شئت فانک مفارقه. هر شخصیت را، هر کسی را میخواهی دوست بدار، اما فراموش نکن که آخر از دوست جدا میشوی. برادری عزیز و بزرگوار، آخر این زندگانی جدا شدن است. آخر از پدر جدا میشوی، از مادر جدا میشوی، زنت بیوه میمانه، فرزندت یتیم میشوه. پدر و مادر در ماتم و در داغت می نشینند. آخر از این دوست ها جدا میشه. امروز جداگی نکن برادری بزرگوار. امروز به برادر و اکا و دادرت قهری نبیست. این لحظه اندک دنیا کرایه نداره که امروز جداگی کنی، امروز قهری بیستی، امروز به هم دیگر دشمن شوی و بدبینی کنی. آخر جدا میشوی، آخر حتما تو را جدا میکنند. به همین خاطر امروز دوست بدار، امروز به قدر برس، پدر و مادر را احترام کن، دعاشو بگیر، روز میروند. یا نبی سلام